خب سلام بچه هم، چه خبر؟ اومدیم با اولین ویدیوی من. تو کی؟ خب این معلومه دانیال یعنی خب چرت و پرت نگی، میریم سراغ بازی. خب ما یه مرحله اولی تیوی میبینیم که یه مرد که کچلی بیریخه، یه 3-4 تا کارمندم اونجا. اینجا کجاست؟ بانکه. چرا اینجا هم دوزی اسلحه میگیریم روشون، میگیم گم رو تو اتاق. گم شد درون اتاق. و اینکه خب اینجا تدبر میاد میگه دکمه بالا رو بزن. دکمه بالا رو میزنیم، گوشی در میریم، تماس میگیریم و بوم ما حالا اینجا میدویم میریم سمت همون جای پاپوندیم تا که پول برداریم. نه 179. یعنی ما این همه کار کردیم، منفجر کردیم یا را کشتیم، اینجا هم داریم میمیریم. 170 تا یک غلطی بکن ترور. اومد. میریم سمت ترور، از سمت ترور میزنیم. خب الان باید چیکار کنیم؟ در بریم. خیلی شیک باید در بریم. ما میگه با R1 سنگر میگیریم، بمبا میکاره رو باره میاد میزنه. جمع زبان میزنه، بلند میشیم میدویم میریم. ترور مگس میپرونه. باری کرده دکمه بزن بریم اینجا. خب ویوی عالی شهر برفی، یه مرزه رو به رو اصلا. خدا ویو ویو 10 از 10 میدم، مقایسه نیست. خب بازی هم کنیم ما. خب اینجا ترور یکی میکشه، این 2 تا رو میکشه. بعد اینجا این 3 تا میکشه، این 4 تا 5. خوبه همینجور میکشیم و میریم جلو. داریم میمیریم. جون میگه که داریم میمیریم. ترور میگه ترور چیزی میگه کافی خوبی داریم. خب مایکل اونور مثلا میگه ما همینجور در حالی که داریم میمیریم نقشه ها میزنیم. اینجا کجاست؟ سر تا سر فقط خطه. نه زوم میشه درسته، اما بالاتر این نمیره. و اینکه تاریخ و سالم فکر کنم باید طرف سال 1990 اینجوری ها باشه بیشتر. با دارم حرف میزنم، مردی که من میکشی از اول. نه از اول نه به قرآن از اول یه من حال چندم دوباره بیام. خوبه اونقدر از اول نرم. دوباره اینجا میکشیم سنگر میگیریم. اشتباه قبل رو ما انجام نمیدیم هیچ وقت یادم از یه سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. این از اینم میکشیم و جونمون بالا سو. این دفعه سویچ میخوایم بکنیم سمتی مایکی. اینجا یه رو به تو دلشون قاضی غلام رضا برمیگره. خب استاد میزنه، یکی دیگه مونده اونم میزنیم و دیگه میریم. 6 ستاره ای ما. چه شهری بیت
تمام پلیس شهر ما کشتین. چقدر شهری، چی بگم آخه، چه شهری مزخرفی. حالا اگه ما تو لس سانتوس بودیم تانک و جت و تشکیلات و همه چی. خب مایکل با کیسه ای از بود سوار میشه. یه خفشو برو. حرف میزنن، زر میزنن، بابا میکنی. پلیسا دنبالمونن. مرد که اسکل خب یکی سمت چپ بزن به پلیس دیگه. باز مرد. خب اینجا میمیره، اونم میزنیم تو دیوار و از اینجا گازم میگیریم میریم. در حال حرکت یه پلیس میبینم. امیدوارم صدای بازی هم بیفته، چون من اینجا دارم ضبط میکنم احساس کنم صدا بازی نمیفته و اینکه اندر رکب میشه. اندر رکب فایده نداره. بیپیچ سمت راست قطار داره برات بار میاره. خب ذات میخوریم تو دیوار. نور زیبایی خورشید، روز برفی در شهر برفی. درور پیاده میشه میره یه دوباره مثل همیشه دوتا دعواشو میشه، دوتا اسکو. خب همینجور سرشو میندازن پایین و اصلا نمیگه ممکنه اینجا یکی بگیره بزنه چون پلیس چیزی. بله زارت با اینکه نمیدونم اسمش چی با اما عشق همون تو برو، من بیدی تو ادامه میده. برو که کیسه پول دست ماست و یه ریالم دست نهمه دو. بیا برو سید جان. نه البته چون ما تلوه رو برداشتیم احساس میکنم خیلی دوستم میزنمشون. هیچ احساسی پشیمونی هم نمیکنم، همه شو میخوام بزنم تک تکیش. اما دیگه که تو نقش دارم نگاه میکنم یخت زیادن و اینکه میپوکه ماشین. نه دیگه میپیشیم به بازی دیگه. اینجوری که معلومه هر اینا هی میخوام بیام زیادتر میشه. به خانم اینجا بره جان عزیز چی میخوای چیکار کنی؟ آقا مردی حسابی گل پلیس دنبالن تو اینا میگیری؟ چه حرکتی بود این زه. اول گرفتم ولوش که من رفت. مردی اصلا همون اول میرفتی. خب دیگه در همانند ستاره ای که در شب پیداست و در روز نهان زد به چاک. خب اینجا مراسم خاکسپاری. بنده خدا تو قبر بارون میباره گیری میکن. وای من دیشب تو خوابیدم توی مجلی توی باقی بود سرسبز خیلی قشنگ. مایکلم مرد. خب نه مایکل رکب زد به ما. سعی کنید در زندگی تو این مایکل نباشی. سعی کنید در زندگی همانند مایکل نباشی که همچه یکی میشین. این چه جوری میشه اینجور لاشی گیری در میارین برن به خاطری یارو خود ما میزنیم قیب میکنیم من یارو هم مرگی جلی میسازه. حرف زدن در حد خدا. خب صفحه تاریکه 9 دقیقه 44 دقیقه محله عمل گذشته. چه میکنه این بازیکن؟ مایکل داریم اینجا افسرده نشسته گوشه در رو دل میکنه.
اسکیپا میزنیم با زبده رو بزن بریم. خب از این برمیان روی یک شخصیتی دیگری اون استاد اون گوشه فرانکلین اند لامار. فرانکلین و لامار. من فرانکلین فکر کنم این آبیه، اون یارو لامار. خب ماشین انتخاب کردیم سفید، ماشین سفید اونم قرمز. بریم رانندگی تست کنیم چجوره یا علی. خب از اینجا میایم اینجا اونجا اینا میدیم به اون، اونا میدیم به این، اینا میدیم اینجا پرش الله اکبر. خب ما اینجا حالا من میتونم با 3 تا میم اینجا 3 دقیقه بیام رو وقت، اما نه فعلا سعی کنم میم نزنم، فعلا ویدیو خالص بزنم عشق کنیم. نمیدونم. خب ما هرچی سعی میکنم از یارو بزنیم جلو، گویا که راک حساب به ما یه بیلاخ نشون میده از میگه که بیا. خب نه خودش رانندگی خوبه. بعدا از اینجا میلیمتری جون یارو رو نجات میدیم، میزنیم به این در وا میشه، در رو میبندیم، میریم تو دیوار. باید همش باید از قدرت استفاده کنیم وگرنه هر لحظه ممکنه اینجوری به ما رکب بزنه و بپیچه توی کوچه خلوت مرتیکه دوباره. خوبست بریم میریم تو یارو. خب ازم میپیچیم ور، میزنیم جلو، میریم این ور، داریم این تو دیوار یارو فازی کورتوا برمیداره اون گوشه واسه خودش. ما اینجا بپر تو دیوار رو میام، درخت هم میگم دیوار، بپر من میپرم. خب دی بسه و اینکه از اینجا ما لایه میکشیم رو به این و خب لامار جون کشیم گواه ما را کسا رو چیزش میکنیم. بله راکسار با اینکه میخوام ما ندیم جلو، اما دوبار ما تا رفتیم جلو و اینکه راکسار به ما بیلاخ نشوندن و ما به راکسار بیلاخ نشوندن، بیلاخ اندر بیلاخ. خب میزنیم تو دیوار، خوزیار بدنه ما شبیه چیز خوبی نشده، شبیه اند شده یارو. خب بزن بریم. میگه برو توی پارکینگ. ما اینجا دنبال ماشین خفن میگردیم تو دیوار. داشت ما رفتیم تو دیوار و اینکه از این ور میایم این ور، اینجا میریم اون ور، اینجا میایم اینجا اونجا بیا اونجا برو اونور و رفتی تو دیوار. باریکلا. و پیاده رو نرو، برو تو خیابون، اشتباه داشتیم رفتیم برمیگردیم. باریکلا. میری تو اینجا رفتی تو ستون خراب شد، پول شما میگیره. بله کاملا بی‌مزه بود. و اینکه یه پرش دیگه میزنیم سمت این ور. من فکرم ماشین قرمز ماشین لامار رو به رومونه و اینکه بالاخره تموم شد. باریکلا. بنام به خدا ماشوش خرابتر بود، به خدا تو ویدیو معلومه ماشوش خرابتر بود. الان سالم شد. پلیس کد میزنیم 199878 خب سالم شو. و اینکه در رو دوباره تو دیوار خواهشن و اینکه باید از دست پلیس هم الان اینجا در بریم و اینکه این رو در بریم. میخوام سقفا بیارم که نمیشه. بچه ها من اینجا 2 برابر میکنم سرعت براتون، چون که یکم طول میکشه. من میخوام
Officers have lost sight of the suspect. Code 4, all units return to patrol. خب مثل این که ما اینجا تموم شد. پلیس ها رو چیز کردیم و داریم میریم رو سمت خونه. خب یه تماس میگیریم با کد و اینکه ما اینجا ماشین درست میشه، خراب میشه، دوباره میخوایم درست کنیم، قدرت میزنیم گوی اسکالی و اینکه کپی رایت در کمین است. خب اینجا میریم به سرعت برق و باد، میریم از اینجا بزن بریم ها رد کردیم ولش کن خیابون بعدی. اینجا میریم تو درخت یه پرواز و اینکه چجوره که تیر برقای چوبی و درخت اینقدر سیفتن بعدم میخوایم به این تابلو راهنما رانندگی آهن یا اگر سباکن یا چراغا سباکن میگن چیزن سری میکنن اصلا درک نمی کنم. و اینکه دوباره رسیدیم ما به مقصد. اینجا ما رسیدیم میپیشیم توی کوچه و اینکه اوکی پیاده میشیم. اینجا لامارا داریم. لامار داشتم خوبی. اونجا یه پسر اسکوله این یارو داشت بریم به خدا نمیکنم تو پاچه دی ماشه. بیا فرانکلین ماشه چقدر از خفه شد ماشه بخریم. خب بسته اسکیپ میریم. یه چراغ یه نور آبی اومده واسه ما. ببینیم هیچ تفنگی هم نریم. سوار ماشین میشیم. خب لامار جون شما سوار شو. لامار سوار میشه میزنیم بریم وجب با این ماشین. خب ماشین مفتی گیرون. خب اینور میپیچیم اینور میریم اینجا. واو نزدیکو بزنیم به یارو. میریم به سرعت برق و باد. داشت تا من رو داره غم نری. بهترین سوارکاری این شهر منم. و اینکه میبینی هیچ تصادفی نکنیم جلوی در میپیچیم و خب استاد پیاده شو. Get back in the car. حتما من باید بردمش تو پارکینگ. خب اسکیپ هم میزنیم و اینکه این از این مرحله تموم شد. امیدوارم خوشتون باشه. با لایک و ساب و کامنت خوشحالم کنید. تا ویدیو بعدی فعلا گودبای.